سلام، چطورید؟ من قراره تو این ویدیو خودم رو تبدیل کنم به هوش مصنوعی، ببینم کار میکنه یا نه. Hi, how are you? In this video, I'm going to turn myself into an AI. Let's see if it works or not. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری میتونید یک ویدیویی رو به هر زبانی که خواستید دوبله کنید تو سریعترین زمان ممکن. خب برای این کار باید وارد سایت هیجن بشیم. کافیه تو گوگل سرچ کنیم هیجن. خب همون اولیه رو انتخاب میکنیم، وارد سایت میشیم، روی گزینه ثبت نام کلیک میکنیم. خب اینجا یه ایمیل ازتون میخواد که میتونید ایمیل خودتون رو وارد کنید یا از فیک میل استفاده کنید. برای این کار کافیه سرچ کنید فیک میل. در واقع فیک میلا رو گزینه اول کلیک میکنید. در واقع فیک میلا یه سری سرویس های ایمیل موقتی هستند که میتونید این استفاده کنید که دیگه مثلا تبلیغات زیادی براتون ایمیل نشه که کلافه بشه. برای همین من سعی میکنم که از این ایمیل استفاده کنم. به تعداد زیادم میتونید استفاده کنید. هر سری یه ایمیل جدید بهتون میده. کافیه این آدرس رو کپی کنیم و بیایم تو این سایت بخش ایمیلش وارد کنیم. خب منتظریم یه کد برامون ارسال بشه. نگاه کنید تو ایمیل یه بخش اینباکسی داره که هر ایمیلی فرستاده بشه اینجا بهتون نمایش میده. خب ما اینو کپی میکنیم میاریم اینجا. خب اینجا یه دونه پسورد میخواد از ما. پسوردتون باید شامل یه دونه کاراکتر خاص، یه حروف بزرگ و عدد باشه. خب من یه پسورد اینجا وارد میکنم، دوباره تکرار همون پسورد. این تیک هم میزنیم و روی گزینه Create Account کلیک میکنیم. خب به همین راحتی اکانت ما ساخته شد. خب وارد این مرحله میشه. این مرحله پلنایی که داره رو بهمون نشون میده که ما از پلن فری میخوایم استفاده کنیم. حالا یک سری پلنای دیگه هم داره که ویژگی‌هاشون اینجا نوشته. چند تا ویدیو میتونید بسازید، با چه کیفیتی میتونید خروجی بگیرید و الی آخر. ما پلن رایگانش میخوایم استفاده کنیم و انتخاب میکنیم. اینجا یک سری سوالا از شما میپرسه که رو هر کدوم خواستید میتونید کلیک کنید، زیاد مهم نیست. اوکی، بعد وارد این صفحه میشید. این بخش روی ترنسلیت ویدیو کلیک میکنیم. خب اینجا دو تا گزینه با ما میده که میگه فقط صوت باشه یا اینکه لفظ زدن و ساین شدن با تصویر، که ما اولیه رو انتخاب میکنیم. خب اینجا میگه که ویدیو خودتو آپلود کن. حالا من یه ویدیو از قبل دارم، اینو با همین هیجن ساختم ولی فارسیه، میخوایم که به این انگلیسی دوبله کنیم. خب اینجا یه سورس لنگویج داره که خودش اتومات تشخیص میده چه زبانی ویدیو. حالا ندادم دستی میتونید وارد کنید. این برم یه بخشی داره که باید انتخاب کنید که به چه زبانی میخواید دوبله بشه. حالا من اینجا انگلیسی انتخاب میکنم. اوکی. خب یه دونه اینجا تب ادوانس هم داره که یه سری دوباره آپشن های دیگه بهتون میده که خب دو سه تاش همینجوری که میبینید، دو تاش اکانت پریمیوم میخواد برای اینکه بتونید ازش استفاده کنید. حالا ما با اینا کاری نداریم. بعد اینکه زبان انتخاب کافیه که اینجا روی ترنسلیت کلیک کنیم. خب منتظر میمونیم تا ویدیومون آپلود بشه. خب حالا ویدیومون آپلود شد و داره کار دوبله انجام میگیره. فقط این یه چند دقیقه ممکنه زمان ببره که من برای اینکه تایم ویدیو بالا نره اینجا رو یه استاپ میزنم. تموم شد دوباره نتیجه کار رو با هم دیگه میبینیم. خب رفقا بریم که نتیجه کار رو ببینیم. Hi, how are you? In this video, I'm going to turn myself into an artificial intelligence. Let's see if it works or not. خب همونطور که دیدید به همین راحتی صدا و تصویر من بدون که یک کلمه زبان انگلیسی بلد باشم به همین راحتی دو حرفه‌ای دوبله میکنه و این کاربردهای خیلی زیادی داره. شما فکر کنید مثلا با صدای خودتون، با تصویر خودتون میتونید به صورت فارسی ویدیو ضبط کنید و اونو بدید تا این AI براتون دوبله کنه و توی وب انگلیسی یا تو یوتیوب
انگلیسی آپلود کنید و ویوهای بالا بگیرید و کپی رایت هم نخورید و کاملا هم ایمن کانالتون ماناتایز میشه، چون تصویر خودته، صدای خودته، دوبله رو فقط با AI انجام میدید و کاربرد خیلی زیادی داره، حتی به زبانهای دیگه، عربی، ایتالیایی، هر زبانی که خواستید میتونید ویدیوهای خودتون رو با صدا و تصویر خودتون دوبله کنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن